بسم الله الرحمن الرحیم. یک برادرم پرسان کرد که ما از خارج کشور با یک زن به طریقه اینترنت نکاح کردیم. در آن وقت ملا موجود نبود. ما به طریقه اینترنت با او نکاح کردیم و همچنان ما در وقت عقد مهر از ما ایر شد. آیا این نکاح صحیح است یا خیر؟ در جواب این برادر باید بگویم که به طریقه اینترنت و به ذریعه تلفن نکاح میشه، اما لازم این است که در وقت عقد کردن وجود دو شاهدان ضرور است. کدام وقتی که شما با یک کس در تلفن عقد میکنی حضور شاهدان ممکن نیست. لذا علما میفرماید که اگر کسی به ذریعه تلفن یا اینترنت نکاح میکنه و این اراده داره، باید به طریقه اینترنت و به طریقه تلفن از خارج از کشور یک کس وکیل کند و آن کس وکیل او با آن زن در حضور دو شاهدان باید نکاح کند. لازمی نیست که ملا باشه. اگر شما خودی با آن زن عقد کردی در حضور دو شاهدان عادلان مسلمانان که موجود باشه، شما با آن زد خود ایجاب و قبول کنی، بس نکاح جایز است، صحیح است. اما مهر در وقت عقد یاد کردن شرط است و اگر شما این شرط را یاد نکردی، این نکاح فاسد است و بعد یاد کردن این مهر و تجدید این عقد در حضور دو مسلمان لازم است. این خیلی خوب از شک دور است انشاءالله. فتاوای عثمانی جلد دوم صفحه 305. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.